تشکری میکنم از رهبری اسپینزر که قبلا اینجا نه برای اسپینزر کدام مفادی بود نه برای مردمه. حالی رهبری اسپینزر شکر فضل خدا اینجا را برای ما مارکت جور کرده، شهر هم کلان شده، شهر هم زیبا شده، برای مردم هم کار فراهم شده. اینجا این نمرایی که این دی بغل اسپینزر بود ایام احسان پروردگار بلاک جور میشه برای مردم ما. مردم از مشکلات بلاک و خانه و چی تمام مشکلاتشون حل میشه برادر. قبلا دیگه ساختمان نبود، دکانکای خطرک بود و شهر زیباییش نبود. حال زیبایی شهر هم برآمده. خاص ما از اینمی سطح رهبری ولایت ما اینمی است که با مثل اسپینزر واره هر سطح رهبری باید در ملکیت دولتی خود باید هم تو ساختمان، هم تو پیشرفت، هم تو سرک، آبادی، آرامی برای مردم فراهم کنه.